به نام خدا. اکیب واکسیناسیون کیفیت به مدیریت مهندس حسین فتحی. خب، عملیات واکسیناسیون بر روی پولت تخمگذار بعد از 10 هفتگی و قبل از شروع تخمگذاری رو مشاهده می‌فرمایید. در ابتدای امر مرغ‌های پولت توسط کارگران زحمتکش با 2 دست به صورت آویزان و سرهای مرغ‌ها رو به پایین به سمت واکسیناتورها حمل میشن. اولین واکسن آبله هست. نوعی واکسن زنده که به صورتی که مشاهده می‌فرمایید واکسیناتور با یک سوزن 2 شاخه مخصوص واکسن رو در ناحیه بال پرنده تلقیح میکنه. واکسن آبله به دلیل حساسیت و اهمیت بالای آن حتما میبایست به تمامی مرغ‌های گله تلقیح گردد. و اما واکسن بعدی لارینگو یا همان لارینگو تراکئیت هست. این واکسن هم نوعی واکسن زنده است که به روش قطره چشمی به وسیله یک قطره چکان به روی چشم مرغ‌ها ریخته می شود. کمی مکث و طمأنینه در انجام این واکسیناسیون ضامن درستی عملیات این واکسن بسیار مهم و حساس می باشد. واکسن بعدی کوریزا هست. نوعی واکسن روغنی کشته که در اینجا از ناحیه زیر جلد پشت گردن تزریق انجام می شود. از این واکسن به بعد واکسن ها به صورت تزریقی و با سرنگ اتوماتیک انجام می گردند. دوستان، اکنون شما شاهد تزریق واکسن از ناحیه عضله سینه هستید و متعاقب آن تزریق واکسن از ناحیه ران مقرانی شاهد خواهید بود. گاهی اوقات به دلیل تعدد واکسن‌های تجویزی توسط دامپزشک واکسیناتورها مجبور می‌شوند از 2 طرف عضله سینه جهت تزریق واکسن استفاده نمایند. واکسن‌های این قسمت معمولاً واکسن تکگانه آنفولانزا یا یکی از واکسن‌های دوگانه یا سه‌گانه آنفولانزا نیوکاسل EDS میتونن باشند. در ضمن امروزه تزریق واکسن روغنی آنفولانزا فوق هات نیز برای مرغ‌های تخمگذار مرسوم هست که مشاهده می‌فرمایید. اکنون در این قسمت مرغ‌های تخمگذار از 6 ناحیه به ترتیب بال، چشم، پشت گردن، عضله راست سینه، عضله چپ سینه و ران مورد عملیات واکسیناسیون قرار گرفتند و به این صورت پس از اتمام عملیات واکسیناسیون به قفس‌های خود منتقل می‌گردند. دوستان عزیز، در پایان لازم به توضیح است واکسیناسیون طیور تنها بخشی از یک برنامه مؤثر پیشگیری از بیماری است و سایر اقدامات مدیریتی مانند امنیت زیستی و تغذیه مناسب را نیز باید مد نظر قرار داد. همواره شاد و سلامت باشید در پناه